یه جوکی هست که میگه خروس را چه لازم به نمک لرزیدن، یعنی اگر خروس تلاش بکند نمک رو لرز بزند یه داستان افتضاح ازش در میاد. شما این ویدیو رو نگاه بکنید، وقتی حاج آقا در لباس روحانیت میاد در رابطه با مسائل سیاسی و منطقوی صحبت میکند، تحلیل میکند و این تحلیل یکی از عواملی هست که امروزه جامعه مهاجرین در تنگنا قرار گرفته و مهاجرستیزی و افغان هراسی به اوج خودش رسیده است. ایران از عراق ضربه نمیخوره، از سوریه هم ضربه نمیخوره، از اسرائیل و آمریکا هم ضربه مهمی نمیخوره. فقط یک دونه خطری بسیار جدی وجود داره که من خودم حس میزنم که ایران از طرف افغانستان ضربه مهلک رو دریافت خواهد کرد. از طرف افغانستان تنها طالبانی هم 12 گروه مسلح آدمکش عجیب الغریب تروریست اونجا هستن. اونا مثل مور و ملخ از کوه و صحرا سرازیر میشه. کل شرق ایران همین سنی‌ها و همین طالبان هم دیگه، خب که اگر طالبان بیاین اینا همراه میشن. بلوچا تو همین چند هفته اخیر حداقل روزی چند هزار نفر این کلیپو برای من فرستادن، میگن آقا ببین